در شهر خوجند میزی مداور دایر گردید. آن با ابتکار تشکیلات جمعیتی میر، مرکز امکانیت بهره رشد و دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوات گذرانده شد. در آن موضوع پیشگیری زورآوری در عائله راه استوار به جامعه سالم را بررسی کردند. سردار شعبه کار با زنان و عائله مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوات خورشید خواجه‌زاده سخن کرده، برگزاری میزی مداور را برای پیشگیری از پاشخوری عائله ها مفید ارزیابی کرد. با نقشه عملی کوری ارتکاب با زنان و عائله ولایت سوات در 18 شهر و نواحی ولایت در یکجایگی در همکاری بی‌واسطه ساختارهای ولایتی و شهر و نواحی ولایت و بیش از همه در این جمعه باز دقت به آن می‌دهیم که امروز فعالیت همکاری ما با تشکیلات‌های جمعیتی جامعه شهروندی خیلی نظر است می‌باشد. و امروز در یکجایگی با مرکز امکانیت بهره رشد در تطبیق لایحه همکاری ثمرات ساختارهای دولتی و تشکیلات‌های جامعه شهروندی برای تحکیم اقتدار جامعه محلی اویز بر پیشگیری زورآوری نسبت زنان در دو ولایت تاجیکستان، چون که در اینجا علاقه درست موندن در ولایت ختلان و در بلوچستان. میزی مداور در دایره لایحه همکاری ثمرناک ساختارهای دولتی و تشکیلات‌های جامعه شهروندی بهره تحکیم اقتدار جامعه محلی اوید به پیشگیری زورآوری نسبت زنان در دو ولایت تاجیکستان دایر کرده می شود. حاضر می‌بینیم که بسیارتر زن‌های ما در زورآوری دچار می‌شوند. مقصد اساسی در اینجا تشریف آوردن ما همکاری داریم با تشکیلات جمعیتی میر همکاری داریم. مسائلی که بسیارتر درباره زورآوری است در ناحیه شهری توس نیز زمین چهاربینی را جاری نموده است. در آنجا آنها می‌روند سمینارها و سمینار مشورت‌ها می‌گذارند و کارهای فرماندهی می‌گذرانند که ما وی را با زنانی که در زورآوری دچار شده با آنها صحبت واخری‌ها می‌گذرانیم. مقصد اساسی ما همین است که کم کردن زنانی که به زورآوری دچار می‌شوند. مقصد اساسی کارهای فرماندهی، تقریبات تشویقاتی گذراندن، مثل تقسیم کردن بوکلت‌ها. همه مقصد ما همین است که کم کردن زنانی که به زورآوری دچار می‌شوند. تشکیلات جمعیتی میر، مرکز امکانیت بهره رشد در همکاری با سازمان ملل متحد زنان در تاجیکستان و با دستگیری فوند مقصدناک سازمان ملل متحد برای خاتمه دادن زورآور نسبت زنان از 1 اکتبر سال 2023 تا 31 دکبر سال 2026 لایحه همکاری ثمرناک ساختارهای دولتی و تشکیلات‌های جامعه شهروندی بهره تحکیم اقتدار جامعه محلی اوید به پیشگیری زورآوری نسبت زنان در دو ولایت تاجیکستان، در ولایت سوات شهر اسفره ناحیه باباجان غفاروف و ولایت ختلان ناحیه شهر توس و یاوان عملی نمود. مشاهده ما در این سمت چنین است که از روی تحلیل ها بعد از هر یک تطبیق نمودن هر یک لایحه در این سمت ما البته تحلیل میگذاریم و باعث خرسندی است که امروزها تحلیل ها نشان میدهند که همین ظهورات نامطلوب کم شده ایستاده است، چون که پیشتر اگر مراجعت زنان یا مردان کم به نظر می نمود، حالا خود اهالی، خود شهروندان و خود این فعالان محلی حرکت میکنند که اگر پای برند این ظهورات و یا این عمل صادر گردد در مراجعت کنند به جایهای دخلدار و همین مسئله را، همین مشکلی را در جایش حل نمایند. هدف لایحه و میزی مداور وسیع نمودن حقوق و امکانیت‌های زنان و دخترانی که به زورآوری دچار شدند و یا در چنین شرایط زندگی می‌کنند، تحکیم همکاری موثر بین ساختارهای دولتی و تشکیلات‌های جامعه شهروندی زنان در اساس عهده‌داری‌های موجوده حکومت برای از بین بردن زورآوری گندری و شهوانی و زورآوری نسبت زنان و دختران، سیاست و برنامه‌های موجوده برابری گندری است. گزارش افناشکور و نعیم جان ایوباف برای برنامه اطلاعاتی خبر.